یکی از مهمترین آدابی که امروزه در جامعه نیاز به بحث و بررسی دارد آداب نکاح است. در نکاح دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، قانون رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده است که شما از دختر و پسر مشوره بگیرید. تنها مشوره لازم نیست که ما از دختر بگیریم، باید از پسر هم مشوره بگیریم. امروزه هر دختری یا هر پسری چشماندازی برای زندگیش داره، یک برنامه بلند مدتی برای زندگیش داره. او در ذهن خودش، در آرزوی خودش، در اون بلند پروازی های زندگی خودش برایش یک سری اهدافی ترسیم کرده که شوهرش این ویژگی ها را داشته باشد، خواستگارش این ویژگی ها را داشته باشد. آقایی که میخواد ازدواج بکنه یا جوانی که میخواد ازدواج بکنه، اونم برای خودش یک سری برنامه زندگی دارد که همسر آیندهش این ویژگی های اخلاقی، این ویژگی های اجتماعی، این ویژگی های جسمی را داشته باشد. اما بدون مشوره ازدواج دادن فرزند پسر یا دختر کار اشتباهی است. امروزه اکثر وصلت ها و نکاح هایی که منجر به طلاق می شوند، عامل اصلیش همین است که نه از دختر مشوره می گیرن نه از پسر مشوره می گیرن. پسر حالا حوزه علمیه است یا کار می کند جای به یکی از شهرستان ها تشریف برده، یا سربازی است یا دانشجو، از اون طرف میاد بهش اطلاع میدن که فلانی را در عقد شما قرار دادن. خب این زندگی نیست، این ازدواج اسلامی نیست. یا دختر اصلا خبر ندارد، یهو میبینن جمعیتی جمع شد جلسه گرفتن شما را به نکاح فلانی در آوردن. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دختری آمد گفت یا رسول الله، پدرم بدون اجازه منو به ازدواج برادرزادش در آورده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بهش اختیار داد آیا شما طلاق میخواهید یا اینکه ادامه زندگی میدهید. یکی درخواست طلاق کرد، پیامبر طلاقش را گرفت و دیگری آمد گفت یا رسول الله، پدرم بدون اجازه منو به ازدواج فلان فرزند و فلان جوان قرار داده، من اینو دوست ندارم. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم بازم بهش اختیار داد و ایشون فرمود من فقط به خاطر پدرم تحمل میکنم. زندگی اجباری، زندگی تحمیلی، زندگی که در اون جبر و زور باشه، در اون قدرت نمایی باشه، در اون مانور قدرت باشه، این از نظر شرعی مشکل داره. در اون زندگی الفت نیست، در اون زندگی تعامل نیست، در اون زندگی تفاهم نیست. میطلبد که پدران گرامی، برادران ارجمند، کسانی که ولی نکاح یک دختر یا پسر هستند، این مسائل را مد نظر خود قرار بدهند. و یکی دیگر از آداب نکاح این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیثی اجازه داده که برای چند دقیقه دختر و پسر هم دیگر را ملاقات بکنند با حضور یکی از اولیاء، مادرش یا خواهر اون دختر برای لحظه در جلسه حضور داشته باشد، اما کمی با فاصله، تا این دختر و پسر هم دیگر را ببینند و بعضی از مباحث زندگیشون را بررسی بکنند. و اونجا همین دستور شرعیه که اینها در حضور یکی از اولیاء و در حضور یکی از محارم حرفشون را بگویند. اشکال شرعی ندارد. اگر قبول نکردن فبها و نعم، اما این را هم شریعت دستور داده اگر دختر و پسری هم دیگر را ملاقات کردن، کمبودهای هم دیگر را در مجلس دیگر مطرح نکنند، به نحو این نکاح صورت نگرفت. دختر نگه من فلانی را قبول نکردم، این عذر و این مشکل رو داشت، اینا اسرارن. و پسر هم هر جا نگه که این دختر رو من ملاقات کردم، این بدیها را داشت، این مشکلات جسمی را داشت، زیبا نبود، بینیش انحراف داشت، چشماش کوچک بودن و یا از مسائل دیگر، اینها اسرارن. لذا یکی از آداب اجتماعی در مسئله نکاح این است که یک ازدواج حقیقی باشد، نه ازدواج مجازی. امروزه متاسفانه
بعضی از آقایون فقط اطلاع می‌یابند فلانی دختری داد، مستقیما برای نکاح میروند و خطبه میروند و برای خواستگاری میروند، اما ندیدن. بعداً وقتی متوجه میشن دیگه من بزرگترین مشکل و بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم، فلانی را ملاقات نکردم، ندیدم. بعضی از روی صدا عاشق میشن، بعضی از روی تعریف عاشق میشن، بعضی در فضای مجازی با هم دیگر خواستگاری میکنن. اینها همه منجر به شکستن. اما ازدواج اسلامی، ازدواج حقیقی و ازدواج مثبت این است که ارزش هر دو خانواده در اون رعایت بشه و یک نکاح و یک وصلت شرعی با حضور اولیای هر دو طرف رخ بدهد. لذا اگر ما آمار اکثر طلاق ها را امروزه در جامعه نگاه بکنیم، همین است که رعایت نشده. یکی از مباحث رعایت نشده است. فرار از منزل، خودکشی برخی از دخترها که متاسفانه در سالهای اخیر در جامعه ما رواج یافته، علت اصلیش عدم مشوره با دخترانه، علت اصلیش ازدواج اجباری و تحمیلی است. من تایید نمی کنم این کار را، شریعتم تایید نمی کنه، اسلامم اینو تایید نمی کنه، این انتحار خودکشیه. اما چرا ما سبب بشیم که زندگی دختر مسلمان، زندگی دختر ما، زندگی خواهر ما، زندگی یکی از فرزندان این امت بر اثر ندانمکاری و یا سهلنگاری و یا عدم توجه از بین برود؟ و این کار بسیار ناشایست.